رفتم دوچرخه سواری صبح، گفتم برم دوچرخه سواری، هوا خوبه و فلان و اینا. من این هوا رو دوست دارم چون پوستمو نمیسوزونه. گازم بدم. من پیش خودم گفتم یه جای سرازیریه اونو برم که زودتر برسم، برم کافی من بگیرم. من یه لحظه گفتم که ندا سرازیریه برگشتش سربالاییه دیگه، بی خیال شدم. حقیقت این ماشین رو گرفتم برم بنزین بزنم و یه کافی بگیریم و بعد بریم سالسا دنسینگ. با شما همه کار میکنم، خواهم اینجا بنزین بزنم. خیلی اینجا دلم برای ایران تنگ میشه موقعی که میخوام برم بنزین بزنم. به خدا میگم ببین قدر ایران رو ندونستیم. آره اومدیم این بر خودمون باید بریم بنزین بزنم. نه کلام این بری قشنگ تره. خوبش که پشتم نیست. هلو من اومدم بریم کنار، میخوام بنزین بزنم. باکش کدوم بره؟ به خدا من یادم میره باک این ماشینا کدوم بره. حالا این بری میرم، اگه این بر نبود دیگه سوتیه دیگه، ساری دیگه. بریم به امید خدا که همین بره. خیلی خوب ببینیم کدوم بره بچه ها. باکش خدا. ببین تو را خدا. خب من اینجا یه کاری داشتم، بخاطر یه چیز از صندوق عقب بردارم الکی مثلا الکی. خب نیستش و بریم سوار شیم بریم اون وقت. آقا تو ماشین داره من نگاه میکنه. چیکار کنم؟ من که آخه بنزین نمیزنم. خب حالا این میره جای من. دیدی شانسو؟ ببین رفت جای من. دیدی؟ Oh my goodness. اونم رفت سر جای من. Okay. No problem دیگه. به خدا خب من بنزین نمیزنم بچه ها. خب همین جامو گرفت. No problem. من چجوری باید بشینم تو ماشین بفهمم باکش کدوم بره؟ من اینکه قبلا زده باشم که بدونم. این ماشین تو ایران نیستش. نه ماشین من تو ایران نیست هنوز. ماشینم جدیده. مشروب خوردم؟ نه بابا کافی گرفتم کافی بخورم. صبح من مشروب نمیخورم. لنگه خودم هم تو ایران نیست. مرسی. از آینه استفاده کنم معلوم نبود، نگاه کردم به خدا اصلا معلوم نبود. ماشین باید خاموش کنیم دیگه. من چه به بنزین زدن آخه. این باکش این بر نبود، باکش اون بره. این باید بپیچونه با این ناخونا.
Let's go. اینجا چیزاشو نوشته باز اینم من نمیدونم. حالا میکنی این تو دیگه. سلکت کردم. اوکی. اون قرمزه بهترینشه دیگه. من در حال بنزین زدم. این قدر ایرانو بدونیم به خدا. هم میگین کانادا کانادا، اینجا باید بیاین خودتون بنزین بزنین. اینجا کسی براتون بنزین نمیزنه. بنزین آزاد سهمیه چیه؟ دیگه خودت ضرب کن. دلار نمیدونم چنده الان. زیپ نپوکه، زیپ باز میشه دیگه. یه بار باز شد تو خونه دوباره بستم. او ایران بهتون سهمیه میدم. ببین چقدر ایران خوبه. اینجا خانوما باید خودشون بزنن بنزینشون رو. صداش این دفعه ترکی. من چه میدونم. خب میگه برو پی ساین. اینو ببندی. فکر کن با این ناخونا برم پولشو بدم. Hi there. Hi there, how are you doing? How are you? I'm good, beautiful. So far, so good. So far, so See good. you, okay? Awesome. Which number I am? Number 4. Number 4, how you know? I know beautiful town. Okay, thank you. Nothing. Oh, I had it, but I don't know. Now too late. You can't. It's too late. No problem. For next Okay, see? for next Tell time. your honey, beautiful cat, beautiful lady. Beautiful car, beautiful lady. You know, all the things match. Yeah. Yeah. You're a beautiful lady and you're here. You're working here. Thank you, darling. Bye. How are you? اینجا برای خودت بنزین بزنی. این آقا هم بلکن نیست. برو این زنه، این دختره گفت میدونم شماره جایی که پارک کردی برای بنزین کدومه. 4 گفتم تو از کجا میدونی؟ یه ماشین خوشگله رو میشناسم. تو خوشگل، ماشینت خوشگل. داشت اینو میگم. گفتم تو هم خوشگلی اینجا کار میکنی. گفت thank you. بعضا بعد همیشه از آدم ها تعریف کرد. اینجا همه آدم ها از همدیگه تعریف میکنن. منم میکنم این کارو. ماشین سمنده. آره ماشینم سمند صندوق داره. این آها یه خب وایسن موها ببندم.
میخوام برم کلاس دنسین دیگه. استارباکس نمیرسم برم کافیمون بگیرم دیگه. کافی گرفتم. شما هم با من اینا لایوامو ذخیره کنم. اوکی اگه سیف بشه سیف میشه دیگه. کیفامو بندازم باد نبره. دیدین نمیدونستم کدوم بره باکش. حالا یادم میمونه طرف شاگرد. بهش گفتم موهاتو دوست دارم. گفت thank you. من از خانما تعریف میکنم، اونا هم من تعریف میکنم، ولی من دیدم مردم ایران همه دنبال نگاتیون، چیزای نگاتیو، ولی خیلی خوبه که آدم از همدیگه تعریف کنه. ما اینجا اینجوریم. من این کارو میکنم. با این تا 200 رفتم توتوان. بس اینجا یه چیز بگم بخندین. اینجا که میریم خب صبح آدم ها اینجا میرن سر کار، هر کسی نمیتونه پارتنر بیاره. بعد اینجا باید اسمتو بنویسی اگه پارتنر نداری. خب بعد بهت پارتنر میدم برای رقص. ببینیم پارتنر من کیه.